آقا سلام و عرض ادب. امیدوارم حال همتون خوب باشه. خوش اومدیم به یه ویدیوی جدید، یه ویدیویی که شاید خفن‌تر از ویدیوی قبلی باشه، به دلیل اینکه ما اومدیم کلاسیک بزنیم با یه ترکیب فوق‌العاده سوپر. آقا این ترکیب بد سمه، یعنی واقعا جدی میگم انقدر قویه من پشمام ریخته. این اسکلت میشه کسچره، ولی خب دیگه حالا تو سایت اینطوری بود، منم همینطوری پلی میدم. 5 تا وین گرفتیم، اون یه دونه لوز هم که اینترنت بود. نه حالا خدای اونو مثل چی باختم. ولی خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک و کامنت و ساب فراموشتون نشه، خیلی عشقید. و اینکه ببخشید من یکم صدام هم گرفته، سرما خوردیم عجیب. بعد آره دیگه یکم صدام گرفته ولی اشکال نداره، انرژیمون بالاه، مهم همینه آجی. خب یه عرا بکنیم. این چه کسچریه؟ خب چه خبرها دیگه، اینو بهم بگید. اوه چه حرکتی زد خدایی. خب یه دونه هوگم داد، خوبه، کاش نمیزد. خب لین هات هم داره حاجی، اینا یکم بد شد. یه زپیس بندازیم. اسکلت آرمی مرسی. خب یکم ترکیب سنگینه ولی گیر میاریم، انقدر خوبه قشنگ، واقعا ترکیب عجیب خوبه. من نمیدونم چجور میشه یه ترکیب انقدر سوپر بتونه باشه. من به هر کی که میخوردم راحت میزدمش. گلدن نایت نه. خب کنترل کنید دیگه، کل هم مجمعین سعی کنید کنترل کنید بازی با این ترکیب، خودش حل میشه. همه جورم دفاع و همه چیزش خوبه. خب نگاه اینجا رید، اینجا عجیب غریب رید. خب خب میخواد یه گوبلین هات بچینه، نچین. اوکی گستش ایوا شد. ولی خب خوبیش اینه میمیره اونجا. اوکی میخواد والبرکر چپ بره احتمالا، حالا مهم نیم، مهم اینه که ما زپیس میندازیم. زپیس خب انقدر گفتم. خب خب یه رویال هوک بندازین. اوکیه، اصلا قصه این چیزا رو نخورید. مچاب اونجاییه که شما خورده ریزا رو با یه مادر ویچ نگاه میفرستی تو دل حریف، یعنی حریف اینجا زجه میزنه. خب من یه فیشر برم. چقدر دمیج داد بهم. بکشش. خب پر کن ببر شروع میشه. گستمونم ایوه. حالا وقت یه دو طرف هست حاجی، وقت یه دو طرفه مشتیه حاجی. نگاه همه رو یه جام نباید دیگه بریزین دیگه، سعی کنین یکم پخش و پلا بازی کنین ببینیم چی میشه دیگه. نه خب ریدین گوه توش ناموسن. گوه غیب شو، غیب شو. گاردین بزن. میشه بری جلو؟ برو. اک چرا اینطوری داره میشه؟ من این همه از ترکیب تعریف کردم خیر سرش، هم فقط داره پویزن دمیج میده حاجی. خیلی خوبه. بذار لاینو عوض کنم. کونه لقه اونا که اونور میمیرن همه، ولشون کن. یه زپیس پخش کنیم. خب یه فیشه. خب پویزن نکنه. اوکی مرسی اون اسکلتا، مرسی اون اسکلتا. ایک بومبش نرسید آجی. رسید مرسی. برو پویزن دمیج میخواد کنه تهش.
میر بزنید، تو رو قرآن بزنید. 30 ثانیه. بزن گست. عجب گست ایوو ولیویی داره. مرسی مادرویچ، داداشم مادرویچ، گرفتیمش. تمومه. برو فقط رو پل بریز دیگه. تموم. جی بزنی تموم. بعد هر بار چی میگه می سیکتیر بابا، سیکتیر. عجب ترکیبیه حاجی، عجب ترکیبیه خدا وکیلی. یعنی واقعا حالا کار ندارم نو اسکیل با اسکیل بی اسکیل هر چی که هست خوبه. مهم اینه که خوبه، واقعا جوابه. نگاه تو گست پله میده همینطوری. برو. واقعا باحاله حاجی، واقعا باحاله. آرجیو ببین، آرجیو بوس میکنم، میدونی؟ نزنی تا ورشو قربونت. آرجیو بوس میکنم. آخ اینم نکنه ترکیبش اینه. مچاب میرور خوردیم. عجیب. بتر مرسی پسر. یه فیشه. برو هوک. یه کله. مرسی. خب یه گوست بندازیم. آره باش. الان خب مچاپ میرور دقیقا خوبیش همینه دیگه. این الان فقط باید گست بندازه. داداشم گستم کیر توش ناموسن. چه دفاعی کرد ما رو حاجی. بزن گست بی پدر مادر رو حاجی. مچاپ میرور یه کوچولو سخته. خب مچاپ میرور یکم بده برای من ها. خب اونا که میمیرن ها. خب اسکلو نگه حاجی. بزن. مرسی دمج. بزنین قربونتون بشن. خب ببین ما الان گستمون یه کله دوشن. ببین ما الان یه مشکل خیلی عجیبی که داریم. آها همینه. بزن. خب وقت چیه؟ چه بزن بهادورای اون وسطن بابا. بنازمت دیگه. دمیجو ببین دیگه. چه میرور مچاپی زدم. میرور مچاپ نگاییدم. من قویم. من رقیب مملایتم. تموم شد. زدم ترکوندمش. یه 3 ستاره. مرسی ماجیکارچر کیلومتری. یه 3 ستاره. بله میرور. خب وین هفتم ببینیم خدا قسمت میکنه ما یه بار تو زندگیمون این کلاسیک چالنج رو بزنیم. خب گود لاک. دست کارتمون یکم عجیب بده ولی اشکال نداره. یه فیشر من ولش کنیم بذارید بچسبه. مهم نی. فدا سرم که چسبید. یه دونه مادر ویچ از این ور. آها داره اکسیراشو به گا میده. اوه زدونه چیزشو. مرسی فایرشو زد. ببین آشولاش میدونی یعنی چی؟ یعنی این. برو اسکلت. حالا ارو رو میگیری. نگاه اینجا رو. اینو
بزن گست. ارو اگه دوست داری که برو. ارو زپیس احمق، زپیس کسکش. جمع کردمون. والبرکر نندازی باشه. آفرین. من رویال هوگ میرم بجاش. ایول خوبه. بزنید با کله بزنید، انقدر محکم بزنید. خب یه زپیس باید پخش کنید. اوه فاک. اشکال نداره بذارید بچسب. آخ 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 آخ. آی 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 آی. یا آهنگی بود هندی بود معروف شده بود همینطوری یارو با خودش صدا در دون 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 دون. خب آقا این کسچهرها رو ولش کنید، الان بچسبید به این که به گا رفتیم. خب ببین یه اسکلت جاینت هسته بریم. خب این میخواد با یه اینفرنو جمعش کنه دیگه، بعد یه رویال هوک سری میری ایزی جمع میشه. خب مادرویچ، فیشرمن، رید. ای ریدم ریدم. این چرا ابیلیتی زد احمد؟ حروم زاده یه زدی، کسکش پدر زدی دیرین. آره ایموت بزن. آره برو کسکش، منم دارم سیکتیر کن بابا. کیر شدی نه؟ برو گم شو بابا اسکل. قلب چیه میفرستی وسط دعوا؟ سیکتیر کسکش. ایف خیلی حرفا رو نمیشه زد. خب من از رو اسمت میخواستم یه سری حرفا رو بزنم که ناشایست بود، ولی اشکال نداره. انسان جایز الخطا، من میبخشمت. برو داداش برو قبولت دارم. اشکال نداره. گود لک. فقط زد بود، فقط زد بود، فقط زد بود. بیا زد زد. آفرین سوپر سه. سوراخ پیدا شد. زد میدم. به این پیش بینی. خب بابا چند تا اسپلش داری دیگه؟ What the fuck؟ بابا نکن تخم سگ. بابا بیناموس بیناموس. واینز بزن. میخوام بهت آفرین بگم. آفرین واینزشو ببینین. واینز داره پسرم. باریکلا. چیه دادی سوپرسل؟ بابا 2 دست ما بردیم. به به آفرین ول پلی. باریکلا خیلی زدی. باریکلا. دیری به به معلوم نیست چی داره. واینز. باریکلا. جلوتر برو. اون اسکلنت جای اسکلنت جای اسکلت برو جون مادرت نخوره به این زپیزا. محکم بزن. بوف.
نگاه کن حاجی، نگاه کن، فقط اسپلش زن داری، فقط اسپلش زن داری، بی پدر مادر. آها بزن. داداشم اسکلتارمی. پوپس. خب این میخواد حالا برای من دیریل بندازه، اشکال نداره، منم یه پرکن ببر از راست میزنم، زن تو میفرستم جای باباش. بزنیدش، نذارید. مرسی اسکلت جای می زد بودی کسچر نگو، منم دارم اسکول. فکر میکنی چه خری هستی که برای من ایموت میزنی؟ سیکتیر بابا اسکول، سیکتیر کن، بودو گم شو. باختی، الان وقت خایمالی نیست عزیزم، میتونی نمالیشون. آره آخه فشار اومده بهت، نمیتونی تحمل کنی. منم بودم نمیتونستم تحمل کنم، زد باشم 100 تا اسپلش زن داشته باشم اینطوری کیر بشم، منم نمیتونستم تحمل کنم. حق داری قربونت بشم، حق داری، اشکالی نداره که، اشکال نداره، به هر حال باختم جزئی از زندگی، آدم بعضی وقتا میبازه، اشکالی نداره. نوب داداش، سیکتیر بابا اسکول، لیگ 10 دارم اسکول. زد بودی، زد، میفهمی چی یعنی چی؟ یعنی تو 10 تا کارت داشتی که بتونی منو بزنی با اون 10 تا کارتت. ببین ایموت زدنت خب نشون میده که تو یه آدم کسکشی. چرا؟ چون زدی، بعد داری برای من ایموت میزنی کم نیاری. مثلا تو کیر منم نیستی، خب چه برسه به این که بخوای جلوی من کم نیاری. کلهم اجمعین 5 ثانیه دیگه بیشتر وانمیستم. 3 ثانیهش گذشت. سیکتیر بابا، خدا دنبال بازید. وقت ویدیو رو بگیرم برای توی الدنگ. مچاپ فول زد بودی اسکول. نگاه کن آجی، وایز باریکلا. زد بنداز سوپرسل. نگاه سرچ وقتی اینقدر طول میکشه داره زد میندازه آجی، داره میگرده. خب تو نگاه کن، اینو داری اونو داری، الان یا مگانایت میده یا اینفرنو تاور میده. خدا شاهده، میگی نه. نگاه کن، پکا هم زده تازه، اگه پکا هم بده. چرا داره همینطور؟ وای کاش فیشرمو نمیزدم هاچ. آرجی الان میندازه کیرمون میکنه. وای مرسی. زپیزو نگاه. مرسی زپیزا. ببین آرجیو انگوش میکنم، آرجیو راحت میزنم. تازه الان فیشر، نگاه فیشر منو این کسخلا نمیتونه بکشش. می زود بود. خب آرجی چیا داره؟ آرجی الان نگاه، آرجیشو چیز زده. خب یه اسکلتون جاییم. اوکی رید با این هانتر اوایی که با این هانتری که زد رید، عملا رید. تموم. چه دمیجی دادم. مرسی مادرویچ، قربونت برم. فقط یه سوال میپرسم، تو چرا این همه اکسیر داری؟ چرا اکسیرات تموم نمیشه؟ تو یکی دیگه نوکرتم. چند تا میده؟ مرسی. تازه تاور وسطش البته حالا فرقی با ما نداره. خب لاگ هم داره ها. آخه واسه همون وسط واسه ببینم کجا میخواستی برین آقا. بزنیدش تالاخ طلوخ. مرسی. خب ببین گست ایو رو از دستش گرفتیم، این خیلی پلن خوبی. نکته مثبتیه. یه مادرویچ رویال هوگ روپول. تموم حاجی، تموم. برو. زدم حاجی، زدم. چی کار کنم؟ زدم آقا، این بشر زدشم. بیا زدم برادر من، زدشم. بدبخت این بخوادم نمیتونه منو بزنه.
من الان اسپل دمیج هم میگیرم هیچی دیگه. نگاه من فقط رو پولو میخواد زپیز بندازم، هیچ تموم. اینقدر ضدشم. من تازه یه کارتم هم هنوز استفاده نکردم، یه فیشرمن هم میندازم. گود گیم آقا، گود گیم واقعا ضدش بود دیگه. تانا ول پلید آقا، ول پلید عشق. البته بهتون بگم آرجی دکیه خب که بازم قابلیت برد داره، ولی خب به هر حال این دیگه من خیلی ضدش بودم، چون فیشرمنو مثلا من مینداختم اون طرف، این رویال جاینتشو رویال جاینتش آره دیگه میکشید کسخل میشد، نمیتونست بزنه. زپیس که هیچی دیگه. میگم خدا کنه آرجی بندازه، خیلی آرجی زدم حاجی. 3 تا وینه دیگه میخوام سوپرسل. ناموسم بیا با من راه بیا، من یک کلاسیک چالش حداقل پروفایلم بذارم، اذیتم نکن. گود لاک. خب صبر میکنیم دیگه. 4 تا کارت دفاعی الان داده، من چه گویی بخورم با این. خوبه آقا خوبه. سطح ویدیو یکم رفته بالا. خب ویچ انداخت بریم اسکلتار می مهم نیستش. خب یه گست بریم. اینو مادرویچ برن. خب احتمالاً بخواد چپو بگیره برای گستم. به 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 این پیش بینی، به 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 این پیش بینی. خب یه زپیس پخش کنیم. این که اونجا اونو میزنش ایشالله، بزنش دیگه. ابیلیتی هم که نمیده. بولی زد حاجی، بولی زد. برو 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 برو. خب برو دیگه. برو. نه اونو نبر جلو، اشکال نداره، برو تموم. مرسی بومب، مرسی بومب. بابا ایزی، بابا ایزی تاور. چی کار کنم دیگه. وای خدا چقدر دکت سم و قویه. فقط تا ولیو ویچو نگاه کن. گود گیم هنوز شروع شده تازه. آها فکر کنم فهمیدم چرا گفت گود گیم، چون به گا رفتیم بچه. گلم اکسیریشو میخوام یه حرکتی بزنم بچه ها. اگر اون دوستمون بره جلو که من ای کسکش. خب اوکی. آها وقت چیه؟ وقت قهرمان بازیه. واینز بزن تا صبح، هرچی دلت میخواد بزن. اونجا میبینی چه همه کارته و بزن. من سر پول اصلا باید بازی میکنم، انقدر قویم. تازه نگاه کن همینطوری دارم فقط کارت میندازم. قربونت بشم الان اون همه کارت تو میخواد چی کار کنی؟ برو بولی بنداز. بولی نگاه اصلا کارت ها موندن کدوم بزننش. مثلا میگن خب تو بزنش، تو بزن. نه من میزنم، اون بزن. می گالم اکسیری. می خب حاجی اصلا عجب ترکیبیه. خیلی عشق کردم تا وین 10 اومدیم. 2 تا وین میخوایم با یه لوز. خدایا به امید خودت بریم جلو ببینیم چی میشه. خب یه گودلاک بدم حاجی. اخلاق خیلی مهمه. ببین کاپ اخلاق رو باید تو سعی کنی همه جا بگیری. یه مادرویچ بودو بزن. یکی پس از دیگری. اخ بچه فهمیدین چی شد؟ مچاب چیزه میروره. البته اشتباه نکنم بدبخت اون چیزه. خب اینجا خیلی بد شد. بگو چرا. اشکال نه. هول کنی باختی. ارومو نبرد بزن. حاجی نگو میخوام اینو ببازم.
داداش تو واقعا فیلم های حماسی نگاه میکنی نه؟ منو که مدهوش خودت کردی. حالا نرا خب جلو دیگه بابا، من اینا رو این همه کارت زدم که تو نری جلو. اونو یکی حالا بگیره. مرسی گوست، مرسی گوست. اون یه دونه اسکلت ابیلیتی نزن خواهش میکنم ازت. مرسی. اکسیر کم می آورد اگه میزد. خب ارو بمبش رسید. مرسی. چرا گذاشت بمبش برسه؟ ای چقدر زیاد بود کارتاش. همه رو ریخ سر پول. خیلی تو کس کشی. دو تا وین میخواستم. دو تا وین میخواستم. دو تا دونه وین میخواستم حاجی. دو تا وین میخواستم. این چی بود دادی؟ دو تا میخواستم. اشکال نداره ولش کن. اصلا دیگه الان نمیکشم اصلا بخوام ولش کن آقا ولش کن. بزن دیگه گوست. چرا گوست من عین این احمقا میمونه؟ خب بزن دیگه. نگاه کن. برو 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 برو. بابا چرا الان همه اسکلت آرمی دارن دیگه؟ هم ما برداشتیم یه بار اسکلت آرمی گذاشتیم دیگه همه اسکلت آرمی. بنده خدا فایربالش شد حتی حاضر شد بزنه تو دیوار. خب اوکی. ول پلی. ولی همه چی اینجا تموم نخواهد شد. یه گوست. مرسی. برین سمت تاور. هلش بده. بمبش رسید. مرسی 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 آجی بنازم. خب گسته اوای حریف دستشه. اسکلت آرمی اوش هم احتمالا دستشه. من سریع یه دونه رویال هوک برم چون اسکلت آرمیش هم زده. خب اوکی. ویچ بازم دمج خواهد خورد. مادر ویچ میخواد چیز بازی کنه. خیلی احمقه اگر بخواد موافق بازی کنه. من ایزی میزنمش. خب یه دونه اسکلت جین فیشرمن. وای کاش. وای وای این چه دمه علکی بود. نه حاجی نه. فایربال داره.
چیکارش کنم؟ فقط سایکل. فقط سایکل. فقط دوست دارم الان برم اونی که الان خندید رو پیداش کنم حاجی. جدی میگم فقط پیداش کنم. حالا ببین من چی کارش میکنم. من یا دیلیت فرند، ببین تمومی تو. من که حالا میفهمم کی بودی. چیو پلی بدم؟ هم یه کلاسیک هم نمیذاره سوپر سل بزنیم حاجی. یه کلاسیک هم نمیذاره بزنیم دیگه. از این دک خفن‌تر دیگه نداریم حاجی. خدا از این دک سوپرتر دیگه نداریم. بیا نگاه کن. مرسی اون دوتا اسکلت حاجی. هولش چیم بدیم بره سمت تاور بی زحمت. نگاه کن حاجی. گست من غیب شد پدر سگ. اسکلت آرمی حاجی واقعا موندم دیگه عمرن بشه به این. دیگه عمرن من تا وین دهم برم. نگاه فقط دیگه اینم حالا کارت میخواد بگیم. گاردین بیا تو. مادرویچ احمق، مادرویچ گاو. هلش کن. هول کنی باختی. اشکال نه. اوکی میگیرمش. صبر کن. نگاه چه دمیج کسچری داد. نگاه کن حاجی چی جوری داره این منو جمع میکنه. پویزن دمیج. ول پلی خیلی خوب بازی کردی. خیلی پویزن دمیج میدی. به هر حال اینم اسکیل میخواد دیگه. آها برین. برو ای گوست بی پدر تو چرا این همه دمیج دادی اینور؟ اشکال نداره خوبه. چه دمیجی دادمش. آفرین پویزن میزنی. باریکلا. تو رو خدا بگو از کی یاد گرفتی، چون من باورم نمیشه حاجی. بزنیم تو رو قرآن بزنیم. مرسی. سیکتیر شدی نه؟ سیکتیر شدی. پویزن دمیج میدادی نه؟ هی پویزن دمیج. پویزن بنداز دیگه. پویزن بنداز الانم بنداز. بزن هی پویزن رو پرت کن تو صورت من. پویزن دمیج. آفرین حاجی آفرین. این دیگه چه دریوریه خدا. بولی نازد نیست که بوله.
نه داداش، بوله رو زه والله بلانه. نمیشه اصلا، واقعا نمیدونم دیگه. نمیشه، چیکار کنم؟ نمیشه آقا، نمیشه نشد دیگه، چیکار کنم دیگه. من تا وین 10 رفتم، سوپرسل سیکتیرم و زد، پرت شدم پایین. نمیشه آقا، چیکار باید بکنم دیگه. این دیگه سوپرترین ترکیبی بود که میشد پیدا کرد. فایربال، پویزن، بزن داداش، بزن، تعارف نداریم، بزن. برو گوست، داداشم گوست. مرسی گوست، داداشم گوست، داداشم ها، یعنی بنازمت. بلن ولش، بزن. هیچ گوهی نمیتونه دیگه بخوره. رولر پویزن، تا صبح پویزن بزن، تا فردا شب پویزن بزن دادش، بزن. بودو دنبال بازیت، حالا بودو برو دنبال بازیت حاجی. یعنی دکایی که میندازه خیلی برام جالبه. یه جور میندازه که دیگه اصلا نتونی ببری، فکر برد از ذهنت بندازی بیرون. بیا میرور مچا، نگو سربازی حاجی. البته سرباز خوبه بعد مادرویچ بندازی که اینو نگاه حاجی. اون بیناموس چرا رد نشد؟ سرباز انداخت حاجی. سرباز رو نمیدونم باید چیکار. میشه کرکر از این ور بیاین نوکر ده. چه فرقی بشه؟ تمومه دیگه، چیکارش کنم دیگه. باید به هر حال لوز بدی دیگه. مگه سوپرسل کونش آروم میگیره؟ فکر نمی کنم کونش آروم بگیره. تو باید یه لوز بدی. کونش که آروم نمیگیره که تو وین بگیری پشت سر هم. سوپرسل مگه میذاره؟
خب حاجی نگاه کن حاجی. برو. مرسی. کیچ برو. خواهش میکنم برو دیگه بابا، ناموسم برو دیگه. الان وقتش زپیزای منم یه گوی بخورن در طول بازی. بزنین ناموسم بزنین. من چپم باید بگیرم، راستم باید بگیرم فکر میکنم. به به بپر کن ببره دوستمون، خوش اومدید. شما میتونید با سفارش محصولات این دوستمون از محصولات خفنشون بهره مند شید. مثلا شما فلای ماشین رو دقت کنید، زپیز رو دقت کنید، زپیز رو ببین، باری کلا حاجی، باری کلا ول پلک. برو کسکش، برو بر من دست ایمود نزن، ایمود نزن کیره خر. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو دیدین، خیلی عشقین، دمتون خیلی گرمه. لایک و کامنت حساب که دیگه عشقی، دمتون خیلی 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 گرمه. دیدید دیگه من چیکار کنم دیگه، سوپرسل نمیذاره. دوستتون دارم، فعلا.